سلام، میکا دیزاین با آموزش دوخت نوارگرد یا تور دبی. تور دبی رو بذارید روی کار، فیکسش کنید و شروع کنید به دوخت رفتن. دقت کنید که یه پایه بدوزید، کارتون رو با لبه پایه تنظیم کنید حدود نیم سانت و نکته مهم اینجاست که نوار دبی رو اصلا نکشید. به انتهای کار که رسیدید حدود 3-4 سانت بیایید روی دوخت قبلی و درز تور دبی رو بدوزید که باز نشه. برای اتوی کار اول یه دور بخار بزنید، بعد از نوار زامفیکس استفاده کنید و دوباره بخار بزنید و با اتو سرد فیکسش کنید. این هم نتیجه کار به همین قشنگی که باعث میشه دامناتون بازتر و زیباتر وایسه. اگه سوالی داشتید تو کامنت برام بنویس. سلام، میکا دیزاین با آموزش دوخت نوارگرد یا تور دبی. تور دبی رو بذارید روی کار، فیکسش کنید و شروع کنید به دوخت رفتن. دقت کنید که یه پایه بدوزید، کارتون رو با لبه پایه تنظیم کنید حدود نیم سانت و نکته مهم اینجاست که نوار دبی رو اصلا نکشید. به انتهای کار که رسیدید حدود 3-4 سانت بیایید روی دوخت قبلی و درز تور دبی رو بدوزید که باز نشه. برای اتوی کار اول یه دور بخار بزنید، بعد از نوار زامفیکس استفاده کنید و دوباره بخار بزنید و با اتو سرد فیکسش کنید. این هم نتیجه کار به همین قشنگی که باعث میشه دامناتون بازتر و زیباتر وایسه. اگه سوالی داشتید تو کامنت برام بنویس.